Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video lernen wir wichtige deutsche Grammatik auf dem Niveau A2. Ich erkläre alles Schritt für Schritt mit einfachen Beispielen. Am Ende des Videos kannst du Akkusativ und Dativ besser verstehen und benutzen. Lass uns anfangen. سلام به کانال من خوش اومدید. در این ویدیو گرامر مهم زبان آلمانی در سطح A2 رو با هم یاد میگیریم. همه چیز رو قدم به قدم و ساده در مورد ضمایر آکوزاتیو و داتیو با همدیگه بهتر متوجه میشیم و میتونید اونها رو در جملات کاربردی روزمره استفاده کنید. حروف اضافه آکوزاتیو که همیشه بعد از خودشون مفعول مستقیم یا آکوزاتیو میگیرند عبارتند از فوا برای، اون بدون، دورش از میانه، گگن علیه یا مقابل، دور برای قبل از ساعت هم میاد و بیس به معنای تا. اینها مهمترین حروف اضافه آکوزاتیو هستند. Ich kaufe ein Geschenk für meine Mutter. من برای مادرم یک هدیه میخرم. همینطور که میبینید بعد از فوا meine به صورت ضمیر آکوزاتیو اومده. Ich gehe ohne meinen Freund. من بدون دوستم میرم. همینطور که میبینید بعد از اونه ضمیر ما به صورت ضمیر آکوزاتیو اومده. من لینک مربوط به ضمایر آکوزاتیو و داتیو رو که در ویدیوهای قبلی برای شما توضیح داده بودم در قسمت دیسکریپشن قرار میدم. دوش به معنای از میانه. ویا گین دوش دن پارک. ما از میانه پارک میرویم. همینطور که میبینید دوش باعث شده که دن به صورت آکوزاتیو بیاد. حرف اضافه آکوزاتیو دیگه گگن به معنای علیه یا مقابله. spielt gegen die andere Mannschaft. اون مقابل تیم دیگه بازی میکنه. Wir sitzen den Tisch. ما دور میز نشسته ایم. همینطور که میبینید اون باعث شده که دن به صورت آکوزاتیو صرف بشه. اون قبل از ساعت هم میاد. مثلا میگیم 8 Uhr beginnt der Kurs. ساعت 8 کلاس شروع میشه. حروف اضافه داتیو یا داتیو پرپوزیسیونن. این حروف همیشه بعد از خودشون داتیو میگیرن. مهمترین اونها عبارتند از میت به معنای با، ناخ به یا بعد از، اوس از، سو به سمت، بای نزد، پیش، سایت از زمان، فون از طرف یا از، گگن اوبا روبرویه. Ich gehe mit meinem Freund. من با دوستم میرم. همینطور که میبینید ضمیر meinem به صورت داتیو بعد از میت قرار گرفته. Wir treffen uns nach dem Unterricht. بعد از کلاس همدیگر رو ملاقات میکنیم. همینطور که میبینید بعد از nach dem به صورت داتیو اومده. Er blickt aus dem Fenster. او از پنجره به بیرون نگاه میکنه. Ich gehe zu dem Arzt. من به دکتر میرم. سو به سمت شخص یا مکانی رفتن. همینطور که میبینید بعد از سو دم به صورت داتیو اومده. بای به معنای نزد یا پیشه. Ich bin bei meiner Oma. من پیش مادر بزرگم هستم. در اینجا هم دقت کنید که بعد از بای ضمیر ما به صورت داتیو قرار گرفته. seit از زمان تا الان. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. من از 1 سال پیش آلمانی یاد میگیرم. همینطور که میبینید بعد از سایت هم حالت داتیو داریم. فون به معنای از طرف از دیگر حروف اضافه داتیو هست. Das Geschenk ist von meinem Vater. این هدیه از طرف پدرمه. Gegenüber به معنای روبرو. Die Bank ist gegenüber dem Supermarkt. بانک روبروی سوپرمارکته. برخی حروف اضافه هستن که دو حالته هستن. یعنی با توجه به سوالی که ما در جمله میپرسیم و جوابی که میدیم باید اونها رو به صورت آکوزاتیو یا داتیو به کار ببریم. این حروف اضافه مشترک عبارتند از این به معنای داخل، آن کنار یا یه چیزی که روی چیزی قرار گرفته به صورت عمودی، auf روی، اونتا زیر، اوبا بالای، فور جلو، هینتا پشت، نبن کنار، اسویشن بینه. برای تشخیص اینکه این ضمایر دو حالت کجا آکوزاتیو و داتیو هستن به این نکته توجه کنید. اگه جواب سوال ما این بود که و یعنی کجا، مکان ثابت بود، حالت داتیو داریم.
اما زمانی که حرکت وجود داشته باشه wohin به کجا ما در جواب اون حالت آکوزاتیو رو میاریم. این مثال ها رو ببینید. Sie legt das Handy in die Tasche. در اینجا این نقش آکوزاتیو داره چون اون موبایل رو داخل کیفش میگذاره، حرکت داریم. اما در جمله بعدی das Handy ist in der Tasche. در اینجا حالت داتیو داریم، موبایل داخل کیفه و حرکت و جابجایی صورت نگرفته. auf به معنای روی، در حالت آکوزاتیو که حرکت وجود داره مثالش میشه stellt den Laptop auf den Tisch. او لپتاپ رو روی میز میگذاره. در اینجا دنتیش آوردیم چون حرکت و جابجایی داریم. اما زمانی که ثابت باشه میگیم der Laptop liegt auf dem Tisch. در اینجا لپتاپ روی میز قرار داره و حرکت و جابجایی صورت نگرفته. به صورت داتیو یا دم میاریم. آن به معنای به یا کناره، در حالت آکوزاتیو که حرکت وجود داره یک مثال ببینیم. hängt das Bild an die Wand. در اینجا دیوان به صورت آکوزاتیو اومده. اون تابلو رو به دیوار میزنه. اما وقتی که ثابت باشه das Bild hängt an der Wand. در اینجا به صورت داتیو میاد و دیوان تبدیل به der Wand میشه. تابلو به دیوار آویزونه. über به معنای بالای روی، در حالت آکوزاتیو که حرکت داریم مثال رو ببینیم. springt über den Zaun. او از روی حصار میپره. der Zaun در حالت آکوزاتیو تبدیل شده به den Zaun. در حالت داتیو مثالش رو ببینیم. Die Brücke ist über dem Fluss. پل بالای رودخونه است. در اینجا حرکتی نداریم. پل روی رودخونه قرار گرفته. بنابراین حالت داتیو میاریم. zwischen به معنای بینه. در حالت آکوزاتیو مثالش رو ببینیم. setzt sich zwischen die Stühle. او بین صندلی‌ها میشینه. پس حرکت و جابجایی داره. اما وقتی جابجایی نداشته باشه و ثابت باشه بخوایم بگیم او بین صندلی ها نشسته، یعنی حرکت و جابجایی نداره و جاش ثابته. میگیم sitzt zwischen den Stühlen که در اینجا هم میبینید die Stühlen تبدیل به den Stühlen به صورت داتیو شده. unter به معنای زیر. stellt den Rucksack unter den Stuhl. اون کوله پشتی رو زیر صندلی میذاره. ببینید که شده den Stuhl. در اینجا حالت آکوزاتیو داره چون حرکت داریم. اما وقتی میگیم der Rucksack ist unter dem Stuhl. کوله پشتی زیر صندلی جاش ثابته. در اینجا dem Stuhl آوردیم و حالت داتیو داره. vor به معنای جلوی. stellt sich vor das Gebäude. اون جلوی ساختمون میسته. حرکت میکنه و اونجا میسته. در اینجا آکوزاتیو هست. میگیم das Gebäude. اما در حالت داتیو میشه steht vor dem Gebäude. اون جلوی ساختمون ایستاده، یعنی همونجا جاش ثابته و حرکت نمیکنه. از دیگر حروف اضافه مشترک بین آکوزاتیو داتیو hinter به معنای پشت است. legt das Fahrrad hinter die Garage. اون دوچرخه رو پشت گاراژ میگذاره. در حالت داتیو میگیم das Fahrrad steht hinter der Garage. دوچرخه پشت گاراژه. neben به معنای کناره. Sie setzt sich neben mich. اون کنار من میشینه. در اینجا حالت آکوزاتیو داریم چون حرکت و جابجایی داریم. Sie sitzt neben mir. اون کنار من نشسته. همینطور که میبینید میا یک ضمیر داتیو هست. چند تا جمله رو در قالب یک داستان کوتاه براتون آوردم که در اون از ضمایر آکوزاتیو داتیو و مشترک استفاده شده. با هم بخونیم. Ich wohne seit 2 Jahren in Berlin und fühle mich hier sehr wohl. من 2 ساله که در برلین زندگی میکنم و اینجا احساس خوبی دارم. Am Morgen ruft mich meine Mutter an und fragt mich nach meiner Arbeit. صبحا مامانم به من زنگ میزنه و درباره کارم از من میپرسه. Ich erzähle ihr von meinem Job und danke ihr für die Unterstützung. من درباره شغلم براش تعریف میکنم و بابت حمایتش ازش تشکر میکنم. Nach dem Frühstück ziehe ich mich schnell an und verlasse die Wohnung. بعد از صبحانه سریع لباس میپوشم و خونه رو ترک میکنم. Ich gehe in die Küche und stelle die Tasse auf den Tisch. به آشپزخونه میرم و فنجان رو روی میز میگذارم. Der Schlüssel liegt auf dem Tisch, aber ich sehe ihn nicht sofort.
کلید روی میزه اما من فوراً اونو نمیبینم. Zum Glück hilft mir mein Mitbewohner und gibt ihn mir. خوشبختانه همخونه این به من کمک میکنه و اونو به من میده. Ich bedanke mich bei ihm und sage ihm, dass ich spät zurückkomme. از او تشکر میکنم و بهش میگم که دیر برمیگردم. Auf dem Weg zur Arbeit treffe ich eine Kollegin und spreche mit ihr. در راه با یکی از همکاران ملاقات میکنم و باهاش صحبت میکنم. Sie erzählt mir von einem neuen Projekt und erklärt es mir ruhig. او درباره یک پروژه جدید برام تعریف میکنه و اونو آروم برام توضیح میده. Im Büro setze ich mich an meinen Platz und öffne meinen Laptop. در دفتر سر جام میشینم و لپتاپ رو باز میکنم. Der Chef kommt zu mir und bittet mich um Hilfe. رئیس پیش من میاد و از من درخواست کمک میکنه. Ich höre ihm aufmerksam zu und beantworte ihm seine Fragen. با دقت بهش گوش میکنم و به سوالاش پاسخ میدم. Mittags gehe ich mit meinen Kollegen in ein Restaurant. ظهر با همکارانم به یک رستوران میرم. Der Kellner bringt uns das Essen und erklärt uns die Speisekarte. پیشخدمت غذا رو برامون میاره و منو رو برای ما توضیح میده. Nach der Arbeit kaufe ich mir im Supermarkt etwas zu essen. بعد از کار از سوپرمارکت برای خوردن چیزی میخرم. Zu Hause lege ich die Tasche neben die Tür und setze mich auf das Sofa. در خانه کیف را کنار در میگذارم و روی مبل مینشینم. Ich rufe einen Freund an und lade ihn zu mir ein. به یکی از دوستام زنگ میزنم و او را پیش خودم دعوت میکنم. Wir sprechen über den Tag und erzählen uns viele Dinge. درباره روزمان صحبت میکنیم و چیزهای زیادی برای هم تعریف میکنیم. Am Abend bin ich müde, aber ich freue mich auf den nächsten Tag. شب خستم اما منتظر روز بعد هستم. Sich wohlfühlen، احساس راحتی، احساس خوبی داشتن. Die Unterstützung، حمایت، پشتیبانی. Der Mitbewohner، همخونه. Sofort، بلافاصله، فوراً. Aufmerksam zuhören، با دقت گوش دادن. Die Speisekarte، منوی غذا. Verlassen، ترک کردن. Zum Glück، خوشبختانه. Sich bedanken، تشکر کردن است. Zurückkommen، برگشتن. Auf dem Weg، در راه. Ruhig، آرام، با آرامش. Bitten که با آکوزاتیو میاد درخواست چیزی رو کردن. Beantworten، پاسخ دادن. Einladen، دعوت کردن. Sich freuen auf که این هم به حالت آکوزاتیو میاد منتظر چیزی بودن یا خوشحال بودن برای چیزی. ممنونم از شما دوستان عزیز که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که مطالب این جلسه براتون مفید بوده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. تا دیدار بعدی موفق باشید.